بچه‌ها تشک پرودو، تشک چه عرض کنم، تخت خواب پرودو به هیچ عنوان پاره نمیشه، نسوزه. حالا براتون بادش میکنم، تو ماشین میذارم ببینید به درد کجا میخوره. جنگل و ویو و این ور اون ور که جا خواب ندارید. خب بچه‌ها من برای تست این تشکی که بهتون معرفی کردم فعلا متکاشو براتون باد میکنم با فندکی ماشینتون. میذارین داخل. خب یه خوبی هم که این دستگاه داره، موقع جمع کردنش 300 لازم نیست وایسید تا بادش خالی شه. این کلگیشو برمی‌دارید میزنید به سر بالا، این دوباره میکنید داخل اینجا و بچه‌ها تشکش هم دارم براتون باد میکنم. فیلم نهاییش هم براتون تو ماشین میذارم که ببینید تموم شدهش چه جوریه. خداییش چه حالی میده. بچه‌ها اینو الان اینجوری نگاش نکنین ها، من قدم 2 متره. 2 متر واقعا تو 206 جا شدن خیلیه، ولی حالا بیاید فیلمشو ببینید خیلی خوبه.